ایران زیبا سرشار از مناطقی است که انسان اگر به نظاره آنها بنشیند وجودش سرشار از وجد می شود. اگر به جستجوی برترین آنها بپردازی بهتر است به سرزمین چشمه و سنگ، جایی که آواز و خروش چشمه و رودخانه هایش زیباترین لالایی زمین برای ساکنانش بوده، کرمانشاه، دیار مردمان پاک سرشت که در گوشه و اطراف خود مناطق پر رمز و رازی را جای داده است. ریجاب نام یکی از شهرهای استان کرمانشاه است که در فاصله 120 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه در شهرستان دالاهو در مسیر اتصال کرند به سرپل ذهاب واقع شده است. عواملی همچون خاک حاصلخیز، اقلیم مناسب، وجود گونه‌های مختلف گیاهی و عوامل طبیعی و تاریخی مختلف همگی باعث نمایان شدن چشمه ای از پردیس زیبای خداوند بر روی زمین شده، جایی که دروازه بهشت نامیده می شود. ریجاب عربی شده واژه کردی ریجاب است که در زبان گورانی به معنای محل ریزش آب معنی می شود. از دیرباز تا کنون وجود آبشارها، رودخانه‌ها و چشمه‌هایی که از اعماق زمین شروع به جوشش کردند و حیات بخش زندگی مردمان این دیار بودند و چه تسمیه‌ای برای نامگذاری این منطقه باشکوه بوده است. ظاهر و میراث‌های باشکوه و درخشان تاریخی همچون دیوار دفاعی یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، آتشگاه ریجاب، مجموعه قلعه یزدگرد همگی گویای تاریخی درخشان در این شهر اسرارآمیز میباشد. قرار گرفتن ریجاب در حاشیه جاده شاهی و گردنه پاتاق مزید بر موقعیت مطلوب و مناسب طبیعی ریجاب است که اهمیت استراتژیکی ریجاب را دوچندان کرده است. چنانچه از تواریخ کهن همچون تاریخ ایران باستان از حسن پیرنیا برمی آید، شاهان ساسانی در سفرهای شاهی و سیاسی خود بین پایتخت‌ها چند وقتی را در ریجاب اتراق می‌کردند. آثار و ابنیه کهن و باستانی در ریجاب حاکی از قدمت مسکونی و تاریخی ریجاب از همان ادوار باستانی تا به امروز میباشد. در دوران اسلامی نیز با بنای مسجد عبدالله ابن عمر در زمان دومین خلیفه راشدین تا دوران میانه و معاصر روند رو به پیشرفتی را میتوان در ریجاب نظاره کرد.
مجموعه گردشگری ریجاب شامل شهر ریجاب میشه که در سال 1393 با تجمیع 5 روستای چمیکلبعلی، شالان، شهرک، باباجانی و بانمزران تأسیس شده و همکنون دارای شهرداری و چند روستای دیگه که در دهستان بانزرده هستند، شامل روستاهای ژالگه، گوشکوری، داراب، یاران، قلقله، زرده و سید محمد. مردم شهر ریجاب پیرو دین اسلام و مذهب اهل سنت هستند و زبان اونام کردی و گویش سورانی هست، هرچند که افراد سالمند در اینجا با زبان اورامی تکلم میکنند. روستاهای اطراف که دهستان بانزرده هست، اکثریت روستاها زبان سورانی و پیرو مذهب اهل سنت هستند، اما 2 روستای زرده و سید محمد زبانشون اورامی و پیرو مذهب اهل حق و یارسان هستند که در روستای زرده ما زیارتگاه داوود و بابا یادگار رو داریم که بیشترین زائران اهل حق رو ما در این روستا شاهد هستیم سالانه. جمعیت شهر ریجاب و روستاهای اطراف 3907 نفر هست که 1108 خانوار میشه. اگر رد پای تاریخ را دنبال کنیم، یادگارهای محسوسی را از ایران باستان و دوران اسلامی در ریجاب ملاحظه می‌کنیم که مجموعی از آنها شامل قلعه و برج خاموشی، پل دروازه، قلعه ویرانه، برج ریجاب، قلعه یزدگرد سوم ساسانی، مقبره حضرت بابا یادگار، مقبره شیخ بایزید بسطامی، مسجد عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، همگی بازمانده از دل اعماق تاریخ، نمایانگر چگونگی زندگی مردمان گذشته بوده است. مقبره ابودجانی انصاری از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ با ساسانیان به شهادت رسیدند و همینجا به خاک سپرده شدند و این مقبره ایشان هست که از نظر معماری بیشتر شبیه چهارتاقی‌های دوران اشکانیان و ساسانیان هست.
در خدمت آقای سفری هستیم از ساکنین روستای زرده و شاعر توانمند و در زمینه تاریخ هم خیلی مهارت دارن ایشان، مطالعات زیادی داشتن. آقای سفری، ما در محل آتشکده روستای زرده هستیم. این آتشکده مربوط به چه دوره‌ایه؟ قربان، طبق گفته‌های کاوشگران و باستانشناسان ایرانی و کانادایی و امریکایی و انگلیسی که در سالهای 53 و 54 و 55 و 56 در این منطقه کاوش کردند. بله. برای ما میگفتند این مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان میباشه. همون افراد کاوش کردن اینجا رو؟ خیلی بله. بعد شنیده میگن آقای به اسم آقای ادوارد کیل اومده منطقه. ایشان کار کرده اینجا؟ بله. آقای ادوارد کیل به مدت 3 سال در این منطقه 56 نفر از مردم روستا را به کارگر گرفته بود و فقط کارش حفاری میکرد و کوزه ها و دست نوشته های کوزه ها را میبرد. بعد آقای صفی در مورد قلعه یزدگرد که در اون بالا هست، ظاهرا بلندترین نقطه منطقه هم از درسته؟ بله. کاملا اشراف هم داره بر بین النهرین، مسلط. بله. ایران. بعد اون هم حالا ما نرفتیم از نزدیک ببینیم، متاسفانه نشد. ساختمانش به همین شکله، یعنی موادی که استفاده میشه، مساله که استفاده میشه. بله، یعنی ساروج درست شده. سنگ و ساروجه. بله. قربان، این کوها را که شما میبینید بر اثر زلزله تمام بیشتری کوها ریخته، اما دیوارها و ساختمانهای زمان ساسانیان یک سنگ هم از جدا نشد، اونقدر محکم شده. مهندسی ایران خیلی افت کرده که پیش روی بدون افت کرده. یعنی یکی از ویژگی های معماری در دوره ایران باستان مکانیابی صحیح بوده. مثلا نمونه تخت جمشیده که در جایی درست شدن واقعا عالی، هنوزم هیچ مشکلی نداره، سالهای ساله و اون قسمت هایی که مونده تخریب نشده. الان قلعه یزدگرد هم در اون بالاترین نقطه منطقه هست، یعنی به شکلی این رو در جاش رو در واقع مکانیابی کردن که بهترین نقطه منطقه هست و دیگه اصلا تخریب نشده. همچنان که آقای سفری هم اشاره فرمودند، در جریان زلزله ما ساختمان‌هایی داشتیم که شناسکاری شده بودند، ساختمان‌هایی که به اصطلاح خیلی مهندسی ساخته شده بودند ولی همه فرو ریخت. خود کو فرو ریخت ولی آثار که توسط ساسانیان بنا شده یک سنگ هم ازشان جدا نشد. بله، پس میتونیم از نتیجه بگیریم که این قلعه تخریب شده، طبیعت اونو تخریب نکرده. این فرسایش عاملش نبوده. فرسایش کاری به کارش نداشته باشه، به شکلی که بنا شده ولی به دست انسان ها، دست اعراب. بله، دست اعراب. این آتشکده هم و ما در قسمت پایینی روستان هم یک مجموعه کامل از انواع قلعه ها و دیوارها داریم. در واقع ما اگه بخوایم به شکل کلی بگیم دور تا دور منطقه ریجاب حصار کشی شده. درست است؟ بله. این از اینجا میرسه به یاران، از اون بالا تا برسه به شالان که سراب ریجاب هست. بعد دور تا دور ریجاب کلا دیوار کشی شده. اینجا به نظر میرسه به عنوان یک پادگان نظامی از اون استفاده شده و یه منطقه بوده کاملا بر دروازه فلات ایران و بین النهرین اشراف کامل داشته. هر حرکتی از طرف مهاجمین در سمت غرب رو این کنترل میکردن و جلو این حملات رو میگرفتن.
قلعه یزدگرد سوم ساسانی از جمله آثار باستانی و بناهای تاریخی شهرستان دالاهو است که قدمتش به دوران اشکانیان میرسه و این بنا در شهرستان دالاهو دهستان بانزرده در نزدیکی زیارتگاه بابا یادگاره. قلعه یزدگرد یک مجموعه بزرگه با وسعت بیش از 40 کیلومتر مربع، شامل بخش‌ها و سازه‌های مختلفی میشه که نخستین بار در دوره پهلوی دوم توسط کاوشگران کانادایی به سرپرستی آقای ادوارد کیل کشف و کاوش میشه و بعد در زمانهای بعد کاوش‌های دیگه انجام میگیره. از بخش‌های مهمی که داره میشیم به آشپزخانه اشاره کنیم، دیوارهای گچی، دروازه‌ها، برج‌های دفاعی، تپه‌رش، گنبد گچی، قلعه بهنیا، نقاره‌خانه و برج دیدبانی که همه اونا در این مجموعه قلعه یزدگرد هستن. باستانشناسان میگن که بیشترین سازه ها مربوط به دوره اشکانی هست. بعضی‌ها میگن که در دوره‌های بعدی هم مثل گچ و گنبد متأخره و در دوره ساسانی به اون اضافه شده. در دروازه قلعه 2 تا برج دفاعی ما داریم و محلی داره برای استراحت سربازان. بیشتر آثاری که به دست آمده از اینجا آثار سفالی بوده که بیشتر مربوط به عصر اشکانی و بعد از اون دوره ساسانیان. این قلعه در یک منطقه بکر در کوههای دالاهوه که در بخش‌های جدا از همین قرار داره و آثار و سازهای اون به شکل کامل الان قابل شناسایی و بازدید هست. مجموعه بابا یادگار نزد پیروان آیین یارسانی از حرمت و قداست بسیار زیادی برخوردار است و به همین دلیل مراسم و مناسک زیادی در این مکان مقدس اجرا می شود و از طرفی با توجه به زیبایی و تنوع طبیعت منطقه در بیشتر ایام سال پذیرای گردشگران زیادی است. شغل بیشتر مردم اینجا باغداری هست و میدانید که باغات اینجا به دلیل ناهموار بودن زمین اکثرا تراسبندی شده و در اینجا انواع محصولات رو ما داریم، محصولات باغی رو که شامل زیتون، انگور، انجیر، گردو و سایر محصولات بهاره هست. در سال 1398 اولین جشنواره میوه‌های بهشتی شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و صنایع دستی در شهر هدف گردشگری ریجاب در کنار سراب شالان برگزار شد. از جمله میوه‌های منطقه میتوان به انجیر، زیتون، انگور، انار، گردو، خرمالو، آلو و گوجه سبز اشاره کرد. منطقه تفریحی گردشگری ریجاب منطقه بکر و زیبا در دامنه کوهستان دالاهو از رشته کوههای زاگرس است. ناهمواری‌ها و توپوگرافی حیرت انگیز این ناحیه در اواخر دوره سوم زمینشناسی سنوزوئیک شکل نهایی خود را به دست آورده و موجب بروز و ظاهر شدن پدیده‌های مورفولوژیکی کمیابی اعم از رودخانه البند، آبشار ریجاب، تنگه اژدها، پل دروازه و آبشار دوقلو شده است. رودخانه البند به معنای شیرین تنها رودخانه ریجاب است. این رودخانه از ارتفاعات سیاهدانه واقع در کوههای دالاهو سرچشمه می‌گیرد و پس از طی کردن مسیر پرپیچ و خم وارد شهر سرپل ذهاب و قصر شیرین شده و سپس وارد کشور عراق می شود. آبشار اسرارآمیز ریجاب که یکی از بلندترین آبشارهای ایران زمین است، در قسمت شمال غرب شهر ریجاب در روستای جالگه واقع شده و یکی از جمله بلندترین آبشارهای ایران محسوب می شود. این آبشار زیبا با عبور از دره هونه
به روستای پیران منتهی می شود. یکی از جلوه‌های زیبای طبیعت ریجاب ساختار و توپوگرافی آن است. دره‌های جنگلی ریجاب عمدتاً در امتداد رودخانه البند کشیده شده و پیرامون آن انبوهی از جنگل‌ها با تنوع گیاهی قرار گرفته است. از آنجا که کرمانشاه را سرزمین چشمه و سنگ نامیدند که مبنوع از الگوهای محیطی است که آب و صخره‌ها و دره‌های زیادی را در کنار هم به نمایش می‌گذارند و ریجاب نمونه‌ای مناسب برای نمایش آن است.